بیاین 5 تا از عجیبترین روش‌های شکار رو براتون بگم که مطمئنم تا حالا نشنیدین. میخوام از یه عنکبوتی شروع کنم که روی آب حرکت میکنه و ارتعاش آب و موج آب و با پاهای پرمو و حساسش حس میکنه. این عنکبوت قادر به اینی که ماهی رو شکار کنه. پاهای پرمو و ریزی داره که بسیار بسیار به ارتعاش حساسه و با کوچکترین موج فوراً ماهی رو میقاپه. مورد دوم یه ماریه که بهش میگن مار مرده نما. این مار خودشو به مردن میزنه، دهنشو باز میکنه، خودشو وارونه میکنه و کاری میکنه که جوری از نظر تومه به نظر برسه که مرده. حتی بوی جسد و تعفن هم از خودش پخش میکنه. تومه با خیال راحت میاد از کنارش رد بشه، اما بلا فاصله رسیدیم به قاتل ترین موجود روی کره زمین، نهنگای قاتل. نهنگا با درست کردن موجهای بزرگ قادر به شکستن یخها هستند. یخهایی که روی اونا پنگوانه‌ها و فوکا هستن و با وجود شکستن یخها کاملا آزاد و رها میشن و با این وجود نهنگای قاتل شکارشون خیلی راحت‌تر و سریع‌تره. عقاب کوهستان رو داریم که چنگالاش انقدر قویه با چنگالاش میتونه یه آهو بلند کنه، اما بلافاصله اونو نمیکشه، اونو از یه بلندی پرت میکنه پایین تا کارشو طبیعت بسازه. و آخرین مورد دنیای مورچه هاست. اینجا فقط بحث یه شکارچی نیست، بحث هزاران شکارچیه که با هم متحد میشن، پل میسازن، محاصره میکنن، با هم شکار میکنن. کار گروهی بین مورچه های دنیای عجیب و فوق‌العاده داره، مخصوصا اگه بحث شکار وسط باشه. حالا شما بگین به نظرتون کدومش از همشون بیرحمانه تر بوده؟